به نام خدا. کلیپی که مشاهده می‌کنید تاریخچه تشکیل گروه ورزش روزانه استان گیلان شهرستان لنگرود گروه بانوان ورزشگاه لنگرود هستش که 7 سال پیش در آذر ماه 1396 در پارک فجر لنگرود تشکیل شد. من یوسفی هستم، لیسانس علوم ورزشی، مربی آمادگی جسمانی، علاقه‌مند به ورزش و کوهنوردی، در کل عاشق پویایی. افتخار دارم که تشکیل دهنده این گروه دلی هستم. در آذر ماه 1396 این گروه با تعداد 7 یا 8 نفر در پارک فجر لنگرود تشکیل شد. بعد از گذشت تقریبا 4 یا 5 ماه تعداد ما به 50 یا 60 نفر رسید. هر روز صبح به مدت 1 ساعت تا 1 ساعت و ربع در پارک فجر ورزش انجام میدادیم. یواش یواش تصمیم گرفتم برای گروه یک اسم انتخاب بکنم. اسم گروه رو گذاشتم گروه بانوان ورزشکار زیبا که بعدها این اسم رو به گروه بانوان ورزشگاه لنگرود تغییر دادم. البته ما گروه بانوان ورزشکار زیبای لنگرود هستیم. یواش یواش برنامه‌های گروه متنوع‌تر شد. برای گروه ابزارهای ورزشی خریده شد مثل دمبل، کش پیلاتس، بلوک یوگا و بقیه ابزارهایی که شما توی کلیپ می‌بینید. سعی کردیم مکان ورزش ما رو تغییر بدیم. هر از گاهی بریم به جاهای دیدنی شهرستان لنگرود مثل ساحل چمخاره، ساحل چاف ورزش داشته باشیم و بعد ورزش هم برنامه صبحانه. دوره کووید در کل دنیا و کشور ما شروع شد. علیرغم میل باطنیمون مجبور شدیم که ورزش در پارک رو متوقف بکنیم، ولی ارتباط ما در دنیای مجازی برقرار بود. هر روز صبح به گروه سر می‌زدیم. من کلیپ های ورزشی برای دوستان می‌ذاشتم و روتین ورزشی خودم رو هم انجام میدادم. بعد از گذشت 1 سال با کسب اجازه از چند ارگان دوباره ورزش تو پارک رو شروع کردیم، قوی‌تر و مصمم‌تر. جا داره اینجا من این نکته رو عنوان بکنم که گروه بانوان ورزشگاه لنگرود از همون سال اول شروع به فعالیت در پارک فعالیت خودش رو زیر نظر اداره ورزش این شهرستان انجام داده و خواهد داد. ما یک گروه منظم و قانونمند هستیم. گروه ما گروه دلی هستش و بابت ورزشی که انجام میشه هزینه دریافت نمیشه. مربیان و کمک مربیان محترم دلی در خدمت دوستان هستن. بعد از گذشت 3 سال تصمیم گرفتم که یک لباس، یک رنگ ورزشی، یک ست ورزشی برای گروه تهیه بکنیم. نظرم تو گروه عنوان کردم، دوستان موافقت کردن. به کمک خیاطای محترم گروه پارچه انتخاب شد، طرح اولیه تو گروه مطرح شد، طرح نهایی انتخاب شد و توسط خیاطای گروه و خانمایی که خودشون به هنر خیاطی تسلط دارن این لباس تهیه شد. لباس توسی ما با لچک توسی و کلاه سایه‌بون سفید. برنامه‌های ورزشی ما روز به روز متنوع‌تر میشد. میزبانی و مهمانی‌های ورزشی داشتیم با گروه‌های ورزش روزانه مرکز استان یعنی رشت و شهرستان‌های مجاور مثل لاهیجان، آستانه اشرفیه، بندرکیاشهر و بقیه شهرها و در همایش‌های ورزشی هم شرکت می‌کردیم. تصمیم گرفتم که ورزش‌های خوابیده و نشسته هم با خانم‌های ورزشکار داشته باشیم، ولی فضای پارک این اجازه را به ما نمیداد. از طرف اداره ورزش شهرستان لنگرود یک باشگاه 1 روز در هفته تایم صبح به مدت 1 ساعت و نیم در اختیار من قرار گرفته شد که با خانم‌ها این ورزش را داشته باشیم. از طرف شهرداری محترم شهرستان لنگرود برای روزهای بارانی تایم صبح به مدت 1 ساعت و نیم یک باشگاه در اختیار من قرار گرفته شد که با خانم‌ها ورزش مشترک داشته باشیم. هر دو این باشگاه رایگان در اختیار من قرار گرفته شد و من هم رایگان با دوستان ورزش می‌کنم و این افتخاریه برای من. حدود 1 سال خورده پیش تصمیم گرفتیم که لباس دوم هم برای گروه داشته باشیم. باز هم پروسه قبلی تکرار شد و لباس دوم ما لباس سرمه‌ای فسفوری ما با لچک کرم و کلاه سایه‌بون کرم به همت خود خانم‌های گروه تهیه شد. هر دو این لباس‌ها تعلق داره به خانواده بزرگ بانوان ورزشکار لنگرود، چون برای انتخاب پارچه این لباس‌ها وقت گذاشته شده، مدل طراحی شده و در نهایت به این صورت که شما توی